بخیل صالح نیست. 1000 رکعت روز نفل بخونه، هر سال بره حج، ولی وقت زکات نمیده، به زکات توجه نداره، از کجا صالح قرار میگیره؟ بلکه فاسق قرار میگیره انسان. ولی زکات الله و خیرات و صدقات را و خرج کردن را در راه انقدر مهم دیده و انقدر بزرگ دیده که در کنار ایمان قرار داده است. کسانی که ایمان بیاورند و خرج کنند در راه الله تعالی، برای اینها الله میفرماید اجر بزرگ. و از اینجا معلوم میشه که دیدگاه قرآن چه اندازه در رابطه با صدقات مهمه. یعنی همه اندازه که ایمان مهمه، اعتقاد مهمه، همه اندازه اینجا صدقات را. بسیاری مردمان نماز هم میخوانند و به هر حال ادعای بندگی خدا را هم دارند، ولی صدقه نمیدن، سختن روی مال، زکات نمیدن، خیرات نمیدن. اینها بندگان صالح و خوب نیستن. بدید در راه الله و نترسید که الله میگه من آواز میدم به شما، من شما را شما به مال ایجاد، مال الله، مال شما که نیست. الله شما را جانشین خود در مال قرار داده، شما نباید بخل بکنیم ما و در راه پروردگار خرج کنیم.